ترکش ماشین رئیس حزب خلق دموکراتی در شهر کولوب عمل تروریستی عنوان شده. در پیوند با آن 8 نفر بازداشت شدند. آنها با تروریسم و دعوت عمومی برای زوراً تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی گمانبر می شوند. نام آنها و نظرشان به این عیبنامه معلوم نیست. ماشین خدمتی سلیم سیولیزاده روز 5 ژانویه امسال در خانه‌اش در دهه تودکفش ترکید و او مجروح شد. در دادستانی منطقه کولوب گفتند که تفتیش پرونده را مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی پیش میبرند. شخصایی که جنایت صادر کردند به واسطه 2 نفر غیر جنایت صادر کردگیشون در یک چند عملیات تروریستی که در خود همین ولایت ختلان منطقه کولوب صادر کردند و جنایتشون هم آشکار شد. دادستان منطقه سبب اعلان نکردن نام افراد بازداشت شده را به مهر مخفی داشتن این پرونده بستگی داد و تنها یک جزئیات پرونده را نقل کرد که گویا بازداشت شده ها این عمل را با دستور گروه های افراطی به جا آوردند. 2 نفران با همشریکای اونها که با همو گروه های افراطی علاقه داشتن، همکاری میکردن. حتی همه جنایت های صادر کردگیشون نوار گرفته همه آدم های متصدی خودشون ارسال میکردن. اجرا کننده وظیفه دادستانی منطقه کولوب گفت همه بازداشت شده ها ساکنان کولوبند و این شهر محل آسیب پذیر در برابر افراطگرایی شمرده می شود. یکی از ناحیه‌های آسیب پذیر همه جنایت های افراطی در همه شهر کولوب در منطقه ختلان. پرونده تروریسم در منطقه کولوب به سر خود کم سابقه است و گفته می شود محض آن زمینه برکناری گروهی سران نهادهای قدرتی ختلان شد. ساکنان کولوب و دهات اطرافیان پرسجوی‌های خانه به خانه را برای دریافت معلومات درباره مهاجران نیز به حادثه اخیر ربط می‌دهند. دادستان اشاره کرد که بر علاوه 8 نفر شاید افراد از این بیشتر هم بازداشت شوند.